تا در درون خود صفاتی که اصحاب کرام رضوان الله علیهم اجمعین داشت، او صفات را در خود نبیاریم، ما همیشه هم تو بدبخت بودیم. اصحاب کرام رضوان الله علیهم اجمعین ایمان قوی داشتند، ایمان محکم دقیق، شایبه و تشویش نداشتن در ایمانشان. ایمانای ما ضعیف است. دو، اصحاب کرام دین خوب فهمیده بودند، صحیح فهمیده بودند، زیبا فهمیده بودند. دین را باید صحیح بفهمیم. سه، عامل بودند، سخت عامل بودند. هیچ بر خود راه بیرون رفته پیدا نمیکنه که از حکم شرعی بگریزن، فرار کنن. بس حکم شرعی بود به او تمسک میکردن. چهار، به دیگرها دین میرساندن. همه کدامشان داعی بود، چپ نمیشن، برمه چی نمیگفتن. سبحان الله. اونا می بودن و کار خلاف شرع را میدید، باز چپ نمیشد، اعتراضش میکرد، اصلاحش میکرد. دعوت داشتن، همیشه دعوت داشتن. بنابراین ما دعوت نداریم، ما فهم ضعیف داریم، ایمان ضعیف داریم، تقوا را پیشه نمی کنیم، قرآن کریم را کم میخوانیم، ذکر الله را کم میکنیم، انفاق را کم میکنیم و به زرق برق دنیا بسیار زیاد پابند شدیم. از این خاطر پیامبر علیه السلام برای ما شما ارشاد میفرماید که در آخر زمان هیئت مسلمانای تو میشد حیثیت یک کاسه را میگیرد، کاسه شوربا، هر کس میاد دست او میزند. صحابی عرض میکنه یا رسول الله، ما در روز اقا کم میباشیم که هر کس میاد و از ما یک چک میگیرد؟ گفت نه، بل انتم کثیرون، شما بسیار زیاد میباشین، ولکن غثاء که غثاء السیل، تو میباشین به حیثیت مثل که قف بحر که است، قف دریاواری. باز دیگه جا میگه که چرا این رقم میشین؟ میگه از مرگ میترسین، از این خاطر تو میشین. چرا این رقم هستین؟ به خاطر که مال دنیا را زیاد دوست دارین، با او زیاد دلبند شده. پس آلی همین تو نکته هستن. ما به خاطر که دنیا بر ما ارزش داشت، حلال حرامش نمیسنجیم. ما به فهم دین وقت نمیتیم که پشت ازی بگردیم که دین بشناسیم، زانو بزنیم، اهمیتش را درک بکنیم. هرچی که ناشناخته باشه زیر پای میشه. در زیر پای چقدر مرواریدها زیر پای میشه، ولی هنگامی که بشناسی در انگشتت میمونیش. ما با دین معامله خوب نمی کنیم به خاطر که شناخت ما با دین کم است. هرگاه شناخت بالا برود، ایمان بالا میرود، ایمان بالا برود، عمل بالا میرود، عمل بالا برود، دعوت قوی میشیم.